پپرو و همراهاش راه طولانی رو پشت سر گذاشتن. اونا از جنگل‌ها و کوهستان‌های زیادی گذشتن و با خطرات زیادی دست و پنجه نرم کردن و تجربیات زیادی به دست آوردن. اونا حالا دیگه به هدفشون خیلی نزدیک شدن. اون دیگه چیه؟ اون یه دلفینه چوچو. وای خدا جون چقدر خوشگله. آقا دلفینه بیا اینجا بیا اینجا. کارش عالی بود. واقعا هنرمنده. اون حیوان خیلی باهوشیه. ولی من از اون باهوشترم. نگاه کنیم ببینید چی کار میکنه. خب چطور بود؟ وای اون بیهوش شده. باید کمکش تو کنی. میخواست از جوجو تقلید کنه ولی نمیدونه که جوجو چقدر تمرین داره پس معلومه اونقدر باهوش نیست. خب بله دیگه. نگاه کنین یه سوسو. میخواد اون بچه دلفین شکار کنه. من اصلا کمکش کنم. مواظب خودت باش پپرو. نگران نباش منم اومدم. کمکم کن. آنجلیکو بهتره بریم. نگاه کنین داره به هوش میاد. چه بامزه داره ازمون تشکر حالا دیگه میکنه. نمیخواد انقدر تشکر کنی کوچولو. تو کجا رفته بودی؟ فهمیدم. فکرشم نمی کردم توی این کوهی دور افتاده آدم پیدا بشه. بیا بریم. چه قشنگه. وای چقدر درده. بگی چی را؟ ممکنه بگین برای چی اومدین اینجا؟ سلام، ما داریم میریم الدورادو و اونطورم که از روی نقشه دیدیم راه الدورادو از این طرفا. چی؟ گفتین راه الدورادو؟ درسته. بهتره بدونید اینجا خود الدورادو. راست میگی بخش. ولی این امکان نداره آقا. درسته اینجا که فقط یه دریاچه. منم باورم نمیشه که الدورادو یه همچین جایی باشه. یعنی این دریاچه الدورادوست؟ بله دریاچه الدورادوست. منتها شهر الدورادو توی آب دریاچه فرو رفته. رفته زیر آب ولی این امکان نداره. اونطور که گفته میشه حدود 300 سال پیش یه نفر به اسم گونزالس با ارتشش به الدورادو حمله کرد. اونا به دنبال طلا بودن و برای رسیدن به اینجا 10 سال سختی کشید. ولی وقتی شهر رو تصرف کردن سدی که پشت کوها قرار داشت شکسته شد و تمام شهر رفت. از اون زمان الدورادو زیر آب قرار داره. تا حالا هم کسی نتونسته پاشو اونجا بزنه.
واقعا عجیبه. با تمام این حرفا باورم نمیشه الدورادو زیر آب دریاچه باشه. میدونی پسرم، روزی 2 مرتبه، یه دفعه موقع بالا اومدن خورشید از پشت اون کوه و یه دفعه هم موقع غروب که آفتاب پایین میره میشه اون شهر رو از زیر آب دید. فقط 2 بار در روز. پس ما میتونیم اونو ببینیم؟ بله البته کم کم دیگه خورشید غروب میکنه و شما میتونید اونو ببینیدش. پپر عالی شد. اونجا رو نگاه کن. خب اگه این الدورادوست، پس پدرم کجاست؟ خیلی قشنگه، واقعا جالبه. ولی پپرو، اون آقا میگه اینجا 300 سال پیش رفته زیر آب، یعنی سالها قبل از اینکه حتی پدرتو به دنیا اومده باشه. ولی از طرفی ما تا اینجا سر راهمون با هر کسی که برخورد کردیم گفته پدرتو دیده، بنابراین پدرت باید تا اینجا اومده باشه. ولی حالا که اون اینجا نیست، تو فکر میکنی ممکنه اون با شهر زیر آب رفته باشه؟ نمیدونم. چی داری میگی؟ شما هیچی نمیدونین. هیچ کس جرئت نداره حتی به اونجا نزدیک بشه. خیلی عجیبه. برای چی نمیتونه؟ علتش چی آقا؟ به خاطر سوسمارا. اونجا پر از سوسمارای آدمخوار و خطرناک. سوسمارای آدمخوار؟ بله سوسمارای آدمخوار. اونا خیلی وحشتناکن. پدر مادر منم 20 سال تموم تلاش کردن تا طلاهای اونجا رو به دست بیارن و بالاخره هم جونشون رو سر این کار از دست داد. پس پدر منم تومه سوسمارا شده؟ نه امکان نداره پدرم و سوسمارا شکار کرده باشه. ببینم پدر تو هم دنبال طلا به الدورادو اومده بود؟ آره؟ نه برای طلا به اینجا نیومده بود. اون هدفش کمک به اهالی دهکده‌مان بود. فقط همین آقا. پدر تو کجایی؟ اگه صدامو میشنوی جواب بده. پدر جون تو کجایی؟ پدر! فردا خودم میرم زیر آب تا ببینم. خیلی خب پپرا، بزن بریم، من حاضرم. استکو میخواستم ازت یه خواهشی بکنم. چه خواهشی پپرا؟ ازت میخوام به هم قول بدی دست به طلاها نزنی. میدونی ما فقط برای دیدن اونجا میریم. من باید مطمئن بشم که پدرم اونجا هست یا نه. باشه پپرا، بهت قول میدم. خیلی ازت متشکرم استکو. خب اگه راستشو بخوای دلم میخواست به اونا دست بزنم، ولی دیگه دست نمیزنم. بریم. مواظب سوسمارای خطرناک باشی. چه خوشگله. درست مثل یه رویا میمونه. یه سوسمار. مواظب باش استکو. بگیر چه اومده؟ بیا بگی. تو حالت خوبه استکو؟ پپرا اونجا رو نگاه کن.
چکو تو حالت خوبه؟ پپرا حالت خوبه؟ عجب حیوانای سمجی هستن. الان نشونشون میدم. بگیر ببینم. حالا چیکار کنه؟ نمیدونم. آهای شما حالتون خوبه؟ بله خوبی. واقعا ازت متشکرم. تو جون ما رو نجات دادی. برای چی این کارای خطرناک رو میکنین؟ یعنی به دست آوردن طلا اینقدر براتون مهمه؟ نه موضوع طلا نیست. من دارم دنبال پدرم میگردم. که اینطور. خب حالا که اینو فهمیدم خودم راهو نشونتون میدم. نگران نباشین، من میدونم چی کار باید بکنیم. چی؟ تو گفتی راهو بهمون نشون میدی؟ بله نشونتون میدم. برای رفتن به اون پایین راه دیگه‌ای هم هست. آخه من پسر نگهبان اونجا هستم. البته مشکلاتی هم دارم ولی مهم نیست. تا وقتی که 15 سالم نشه پدرم چیزی بهم نمیگه. ولی من راه مخفیش خودم پیدا کردم. چقدر خوشحالم که میبینمتون. فردا صبح اون طرف ساحل منتظرتونم. از همه چی متشکرم. وای چقدر اینجا قشنگه. پپرا بهتره راه بیفتی. آره درسته. وقت رفتنه. نفهمیدم شما کجا میخواین برین؟ اون طرف ساحل. ما شنیدیم اونجا یه راه مخفی است که به اون قصر میرسه. گفتین اون طرف ساحل؟ خواهش میکنم منم با خودتون ببرین بچه. نه چون تو دنبال به دست آوردن طلایی. قول میدم که به طلاها دست نزنم. اینو بهتون قول میدم. خیرش کن. خیلی خوب بذار بیاد دیگه. خیلی خوب باشه. با ما بیا. آهای بچه ها من اینجام. اونو چرا با خودتون آوردین؟ نباید این کارو میکردین. نگران نباش. اون به ما قول داده که به طلاها دست نزنه. راست میگه. من بهشون قول دادم. باشه مهم نیست. خب دیگه بهتره بریم. دیگه رسیدیم. ولی اون تو خیلی تاریکه ها. به هر حال باید بریم تو. ولی این در که بسته است. اصلا نگران نباشین. کلیدشو دارم. من فکر همه چیزو کردم. الان بازش میکنم. واقعا تو خیلی باهوشی پسر. قفل باز شد. حالا باید کمکم کنی رو در هول بده. باشه. همینطور راحت باشه. وای چقدر قشنگه. باور نکردنیه پپرو. هکتوراتو اینجاست. خب پس پدرم کجاست؟ ها؟ خدای من اون نشون مال پدرمه. معلوم میشه پدرم اینجا بوده. بهتره برم بیارمش. پدر پپرا سب کن ما بیای. گوش کن. تو به ما قول دادی یادت رفت؟ تو نباید زیر قولت بزنی فهمیدی یا نه من فقط خواستم بهش دست بزنم. فقط همین. بذار سر جاش. چشم. پپرو تو مطمئنی که این مال پدرته؟ تو اشتباه نمی کنی؟ خب حالا بیاین اینجا رو ببینیم.
میکنم چیزایی که اینجا هست قبلا تو موزه شهرمون دیدم. این طلا و جواهرات باید خیلی قدیمی باشن. نه پس اینطور که معلومه تو داری حافظت رو به دست میاری. بله انگار کم کم داره حافظم برمیگرده. اون یه تاج خیلی قدیمیه که لنگش تو دنیا وجود نداره. بله درست، این دکتر راست میگه. این یه گنج واقعی و گرانبهاست که نمیشه قیمتی روش گذاشت. خیلی گرونه. ببینید اون قطعه الماسی که روشه بزرگترین الماس دنیاست. پپه رو ببین چقدر بزرگ و قشنگه. آره خیلی بزرگه. اونطور که میگفتن برای به دست آوردن اون جنگای زیادی به پا شده و خونهای زیادی ریخته شده. ولی از این تعجب میکنم که چطور اینجاست. معلوم نیست حالا صاحب اون کیه. درسته کنم خیلی عجیبه ولی بالاخره میفهمیم. اونجا رو ببینید. چقدر خوشگلن. آره وای چقدر قشنگه. آره اونا ماهیای دریاچه بالای سرمونن. خداحافظ، من رفتم. پپرو بیا اینجا، مثل که اینجا یه راه دیگه هم وجود داره. گفتی یه راه دیگه؟ خیلی حالا بکن بیاریم بریم. موفق شدم. حالا دیگه من پولدارترین مرد دنیا هستم. جیانم اینجا. از اینجا سر در آوردیم. خیلی خوب از فکو بقیهشو بذار به عهده خودت. باشه خدای من اینا دیگه چیه؟ داری فرار میکنی آره؟ امکان نداره بتونن گیرم بیارن بچه‌های بی‌عقل. ها؟ سوسمارا بری کنار، بری کنار، جلو نیای، بری کنار ببینم، بری کنار، بری کنار. کشی آی آی نه نه کمک کمک کمکم کنید، کمک. عجله کن تندر زود باش. ببرو خواهش میکنم کمکم کن، من اشتباه کردم. کمک 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 ببرو. تندر ازت متشکرم. ببرو خیلی ازت متشکرم که جون منو نجات دادی. پس پسرم شما رو به اونجا برد و این مرد طماع هم اون طلای قیمتی رو دزدید. درسته بچه های من؟ خیلی عذر میخوام قربان. خب بگید ببینم اگه دنبال طلا نبودین پس چرا به الدورادو اومدین؟ چرا این کارو کردین؟ راستش من دنبال پدرم اومدم. الان چند ساله که اونو ندیدم. میدونید آقا پدرم برای کمک به اهالی دهکده‌مون به اینجا اومده. فقط همین. این دیگه چیه؟ یه نامه است؟ آه سر در نمیارم توی این نامه چی نوشته شده؟ اون نامه الدورادوی واقعی رو نشونتون میده بچه ها. شما گفتین الدورادوی واقعی؟ بله درسته. این شهر که زیر آب قرار داره الدورادوی اصلی نیست. فقط به دلیل شباهتی که با الدورادو داشته اون اسم روش گذاشتن. الدورادوی واقعی جای دیگه است. الدورادوی واقعی زیر آب نرفته. چقدر خوب شد شما ما رو راهنمایی کردین آقا. بله همونطور که گفتم اون فقط شبیه الدورادوی واقعیه. در ضمن تمام طلاهای اینجا بدلیه و جواهراتش هم فقط شیشه است. من سالها بود که اینو میدونستم ولی چیزی به کسی نمیگفتم پسرم. گفتین همش بدلیه؟ بله درسته ولی 2 سال پیش مرد رهگذری پی به این واقعیت برد و به طرف الدورادوی واقعی حرکت کرد.
شما اسم اونو میدونید آقا؟ فکر میکنم اسمش کارلوس بود پسرم. چی؟ کارلوس اون پدر منه. ولی حیف شد که اینجا الدورادوی واقعی نیست. برای رسیدن به اینجا کلی ذوق کردم. آره ولی به زودی به الدورادوی واقعی هم میرسیم. اصدقو